گندم چرا قهر کردی رفتی اونجا نشستی؟ الان برای چی قهر کردی؟ چون با من دعوا کردی. چون که من میخواستم برم بیرون همش دعوا میکردیم. خب حالا نباید میرفتی بیرون درسته؟ میرفتم. چی؟ میرفتم. حالا الان نباید بریم، چاره چیه؟ باید چیکار کنیم که تو هم دیگه ناراحت نباشی؟ چرا اصلا پا نمیشه؟ صبح نذاشتی هیچکی بخوابه؟ نمیبینی هی مرغا قوقل میکنن؟ آنجا رفته حوله و مایشو آورده گذاشته اینجا میگه منو ببرید دریا. آخه من چیکار کنم اینو میفهمم همه چیو. مستقل شده خیلی. گندم درس عبرتت برای بهرادی که زانوهاش اینجوری زخم شد چیه؟ من 10 بار افتادم. 10 بار افتادی؟ خب چه درسی بهش میدی الان؟ چه درسی بهش میدی؟ از این به بعدت باشه قشنگ بهش بگو. چی؟ از این به بعدت باشه تونی دایی. شنیدم که اونجا گفت اسم من دیاناست، بعد داشت قصه میگفت وسطش گفت گندم. بعد دختره گفت بالاخره دیانا یا گندم. خدا اومدیم اینجا این قایقا سوار شدیم که باید پا بزنیم، بعد گرم پوستمون کنده شده، بعد اومدیم اینجوری زیر یه درخت کمین کردیم، فشار انگار مجبوریم. گندم هم که فقط غر میزنه، یعنی همچه اشغال سنگینی داریم ما الان. اعصاب بهزادو ببین. باشه برو اون وسط قشنگ بشین. تمام لباس افسرم یه من داره تهدید میکنه.